ما الان توی شرایطی هستیم که به شدت تفکر شیعی تو دنیا در حال گسترشه و هیچ کی هم نمیتونه جلوشو بگیره. از قله‌های تبت گرفته، قله‌های بلند برف گرفته، برید فیلماشو نگاه بکنید، بعضن فیلماش هست تو فضای مجازی. بعد نمیدونم لباسای پشمی و چی و اینا عزاداری برای امام حسین برگزار کردن تو قله‌ها. تو آفریقا کشور کنیا یک قبیله بومیه به اسم قبیله ماسای. اینا همینا نیزه به دستا، دیدین از قدیم فیلم نشون میدن یه عده با نیزه و برگ و اینا به خودشون آویزن، اینا همون شکلی زندگی میکنن. بعد اینا شیعه شدن. خیلی جالب، من چند وقت پیش داشتم فیلمشو نگاه میکردم، دور هم جمع شدن، بعد یکی یکی اسم اهل بیت رو میبرن، بعد به همین اسم امام زمان که میرسه حال نمیدونم چرا به جای که بلندشن میشینن. Ya saba naitwa Imamu Kadhib, ya 8 naitwa Imamu Ridha, ya 9 naitwa Imamu Jawad, ya 10 naitwa Imamu Hadi, ya 11 naitwa Imamu Al-Hasan Askari, ya 12 kama mimi nakaa chini nasimama kwa heshima. Ya Maula, ya Maula, ya Maula.